روز 3 اکتبر سال 2022 دادگاه نویه شومنصور شهر دوشنبه به مرافعه پرونده ژورنالیست عوضمت غرباتوف معروف با تخلص عبدالله غربتی ادامه داد. این دفعه در دادگاه ادوکات غربتی عبدالرحمن شریفوف سخنرانی کرد. بنا به گزارش مرکز مستقل حقوق انسان، ادوکات در سخن نهاییش به بیگناهی نفر تحت حمایت خود اصرار ورزیده از دادگاه خواسته است که او را سفید کنند و راست از طولار دادگاه جواب دادند. هفته گذشته ایبدار کننده دولتی از دادگاه خواسته بود که عبدالله غربتی را به 8 سال زندان محکوم کنند. عبدالرحمن شریفوف که به نمایندگی از مرکز مستقل حقوق انسان در این مرافعه پرسر و صدا از حقوق عبدالله غربتی حمایت میکند گفت دادگاه بعد شنیدن سخنهای نهایی او ادامه مرافعه را به روز دیگر گذاشت. مشخصاً کی برگزار شدن مرافعه نوبتی هنوز اعلان نشده است. مرافعه پرونده غربتی در طولار بازداشتگاه رقم 1 پشت درهای بسته ادامه دارد. به این مرافعه از نزدیکان تن و همسر او مبارک قاسم رو داده شده است. مبارک قاسم در پایان هفته گذشته در یک نامه سرکشوده از پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان خواست تا به قضیه پدر فرزند یگانه‌اش دخالت کند و نگذارد که حیات او را بسوزانند. مبارک قاسم نیز اصرار ورزیده است که شوهرش یگان گناه ندارد. عبدالله غربتی و دلیر امامعلی روز 15 ایون در پی نشر چند گزارش ویدیویی انتقادی نسبت به پرکرور نویه شومنصور دستگیر شدند. به بخت بد خبرنگاران، پرکرور شومنصور پسر وزیر عدلیه و داماد رئیس دادگاه عالی تاجیکستان بوده است. در ماه‌های آخر در تاجیکستان دست کم 12 ژورنالیست و بلاگر به حبس گرفته شدند. از جمله 6 ژورنالیست و بلاگر زاده بدخشان، الفت خانم محمدشاه و محمد سلطان، خوشام گلیم، رمزی شوگونوف، مقصود غیاسوف و قمچک میرزویف. ژورنالیستان دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، زفقبک سیدامینی و عبدالستار پیر محمد زاده، بلاگر پرتماشابین عثمان و ربسرو رالک دوی آخر به 10 روزی حبس مأموری محکوم شدند. ولی محمد سلطان پلکاودیک مستفی کمیته دولتی امنیت ملی و ژورنالیست اخیراً به 7 سال زندان محکوم شد.